بقیچی آرامگاه لوچاب. برای این شکاکی هم عذر استادا. بعد از آیت و دعا 10 سال با استاد مومن قناعت حل وضعیت امروزه در بدخشان. از استاد بازار صابر میخوام پرسم که چند روز پیش میلادتان گذشت. برای آن نفرایی که شما را زندان کردند، برای آن نفرایی که شما را خائن اعلان کردند و آمدید دوباره برویشان نگاه کردید، چگونه بود؟ چه احساس داشتید؟ خب چند نفر دیگه اینجا هست که من ازشون سوال دارم. استاد بزرگوار لایق شیرالی، استاد بسیار میخوام فهمم که چرا در زمان بسیار حساس و تاریخ ساز و تقدیر ساز ملت همگی وطن ترک کردن ولی شما اینجا ماندید؟ استاد ساطع ملوخزاده که با کردارهای پسرش همچون دشمن ملت اعتراف شد، یعنی واقعا میخوام فهمم که استاد شما پسرتان آخ کرده بودید و یا نه؟ خب با استاد جلال اکرامی ما بحث نداریم. برام بسیار جالب است که استاد افردی از روی نوشته هاتون واقعا شما به چشم نفری که شما را کشت پیش از مرگ نگاه کردین و کی بود قاتل شما؟ استاد طاهر صابیروف، استاد چرا سینمای ما تا امروز به کن و اسکار راه نمی‌یابد؟ خب این طرف ما دیگه با بسیاری عزیزا دیگه بحث نداریم. خب استاد عزیز و مهربان ما عطا محمد جانوف از کمترین هنرمندایی که دانشگاه عالی نخوانده ارتیست خلقی تاجیکستان شد. ولی استاد برای من جالب است که وقتی که دانشکده صنعت رفتید و با دلیل آن که شما دیپلم هنرمندی ندارید و شما را همچون استاد به کار نگرفتن، امروز آنها وقتی که به زیارت شما میان با دعا خواندن میآیند، در چهره هاشون چه واقعه باشد، چه حادثه باشد، چی رخ میداده باشد؟ خب اینجا بزرگای دیگری ملت هم هستند. خب استاد آسیمی، در زمان تقلیدساز ملت به قتل رسانیده شد. استاد به این سوال جواب یافتید که چرا این ملت همیشه بزرگاش میکشد و براش بهترین پیکره ها هم در سر گلش میسازد و میگذارد؟ استاد کمال الدین عینی چند وقت پیش وقتی که خواستن خانه ای که شما کار و زندگی کردین و پدرتون اونجا بود بخواستن یعنی از بین بردارن، با سپاس از شهرداری دوباره برقرار است، چه جوابی داشتین به این تصمیم آنها؟ خب با اجازه اینجا زیادن عزیزایی که من جدی میخوام از اونها جواب بگیرم. خب مایبالیوف، دوست محمدوف دمیر، قطبی کرام، با اجازه با این راه میگذاریم که دورم اجازه هست، ابراهیم حسنوف، استاد فروخی قاسم. در زمانی که جنگ شهروندی بود و مردم از پی نان و آب میگشت، استاد فروخی قاسم در دنیا تاجیک همچون ملت فرهنگی و تئاتری معرفی میکرد. استاد چرا دیگه تئاتر اهارون
بعد از رحلت شما از جشنواره‌های بین المللی جایزه نمی‌آورد؟ خب خیلی زیادان. از استاد سیمومین رحیموف من یک سوال دارم. از اولین چمپیون های ما که بعد از چندین سال قهرمانیش تکرار کردن شهر بچه های تاجیک. استاد این سوال جواب دارین که چرا در بازی های المپی 2020 که 21 برگزار گردید در ژاپن ما هیچ مدالی نتونستیم بیاریم؟ خب سوال ها زیادن ولی جواب کجاست؟ از این ویدیو گزارشی که ما از آرامگاه لوچاب کردیم عذر زیاد برای هر نفری که خوش نمی آید. استاد طلب خوجا ستار، استاد احرار مختار اکادمیک، استاد طلب خوجا آهنگساز معروفی ما بوده. خب زیادن همه بزرگا ولی جواب ها نیست. یعنی چرا این ملت اول خائن اعلام میکند، اول دشمن اعلام میکند، اول خار و ذلیل میکند، بعد میارد در بهترین جای شهرم قبر میکند و بعد بالای سنگ گورم این خیلی مقبره ها هم میسازد. استاد لایق گفته بود نه؟ یا خطا رفته به تاجیک تولد شدن؟ تاجیک بودن افتخار است برای ما و برای هر یکی اینها و برای همه زنده هایی که امروز برای دعایشون میر سید میر شکر، قشلاقی طلایی یا چون بخیر باشد. هر یک عزیزا در زندگی ما یک خاطره دارن. ای وای استاد آدینه هاشیم. استاد وقتی که کهندیا را میخواندید چیزی را درک کرده بودید و برای چی واقعا در اون شب روز شما نرفتید بیرون از تاجیکستان؟ ای وای با کدام یک سوال من جواب بگیریم؟ خواهش میکنم استاد غفار ولامت داده، خواهش میکنم باقی مانده های این ملت، عزیزان این ملت، هموطنا بیایید برای یکدیگر قبر نکابیم، برای یکدیگر سنگ ملامت نزنیم. یکدیگر اگر کسی که میخواهد حقیقت بگد، حرف بگد و صدا بلند کند دشمن و خائن اعلان نکنیم. خواهش میکنم. چون این قبرها ما در گورستان های به نام و نشان فدراسیون روسیه چقدر داریم در سال 37 که اونها ارزنده بودن که برای این ملت و این سرزمین خدمت کنند و اکثرش جوان رفت. این یکی از نادرترین بی‌قیچی ها و احساسی ترین بی‌قیچی های من بود. برای هر کسی که خوش نآمد معذرت. تاجیک ملتی است که باید با او افتخار کرد. تاجیک هیچ وقت خائن نیست. تاجیک هیچ وقت تروریست نیست. تاجیک هیچ وقت برای این مرز و بوم و سرزمین خیانت نمی کند. اگر مشکل 2-3 نفر میگیم، از پرابلم و از حرامخوری 2-3 نفر میگیم، با اون معنا نیست که ما خائنیم، ما ناتوان بینیم. اینجا چندین نفرایی را من گفتم که در زمان خودشون اعتراف نمیشدن، در زمان خودشون حتی خائن اعلام شده بودن، در زمان خودشون دشمن خلق اعلام شده بودن و حالی بسیاری هاش خار و ذلیل در بیرون از کشور بودن و باز آمدن و حالی در بهترین جای تاجیکستان براشون گورستان ساختن. یا چون بخیر عزیزا، گاه به زیارت این بزرگا بیاین. لوچاب از شهر دوشنبه در یک از بهترین منظره ها است. امیدوارم شما هم آماده این خیلی گفتگو با ایشان دارین. فقط منو ببخشید که من شکاکی کرده این گفتگوها به آموی کردم.